اداره هواشناسی تاجیکستان چنین آب و هوای سرد را در این کشور در 15 سال اخیر بی‌سابقه دانسته با سردی های سال 2008 مانند کرده است. بنا به پیشبینی هواشناسان سردی های کنونی در تاجیکستان تا 25 ینور ادامه خواهد یافت. شب 12 و 13 ینور حرارت هوا در دوشنبه طبق جدول سلسی تا 22 درجه سرد شده. روزانه نیز حرارت در پایتخت نه کمتر از 11 درجه است. معاون رهبر اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمیله بیداللویوا روز 13 ینور سال 2023 در صحبت با خبرگزاری رسمی خاور گفت در تاجیکستان چنین وضع هوا 15 سال پیش یعنی آخر ماه ینور و اول ماه فوریه سال 2008 نیز به عمل آمده بود. جمیله بیداللویوا ذکر کرد که در سال 2008 حرارت شبانه در وادی‌ها 20-25 درجه خنک شده و حتی در آن شب و روز زمستان سال 2008 هم حرارت در ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه هوای امساله سرد نشده بود. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که از 13 تا 16 ینور سال روان در بیشتر ناحیه‌های وادی و دامنه‌کوه‌های جمهوری حرارت هوا شبانه تا 24 درجه خنک، روزانه تا 13 درجه خنک، در ناحیه‌های کوهستان شبانه تا 24 و روزانه تا 15 درجه خنک پیش بینی می شود. در این روزها در شوراهای منطقه‌های کوهی جمهوری یخبندی باقی میماند. اینچنین در نشیبه‌های جنوبی و شمال قطارکوه‌های ایسار، منطقه‌های کوهی ناحیه توبه جمهوری و در بعض ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان فرو ریختن ترمه‌ها پیش بینی کرده می شود. شرکت برق تاجیک که بازار نیروی برق تاجیکستان را تقریباً به صورت انحصاری یا مونوپولی در دست دارد، روز 12 ینور سال 2023 خبر داد که به دلیل سردی‌های در تاجیکستان حکم فرما با دستور پرزیدنت امامعلی رحمان از 11 ینور در سراسر کشور محدودیت در تامین نیروی برق از بین برداشته شد. برق تاجیک وظیفه‌دار گردیده است که با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت نیروی برق را در تمام قلمرو مملکت به محدودیت تامین نماید.